سلام، به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدین. آموزش درس 17 از کتاب بیسیک وکابولری این یوز رو با من همراه باشید. آموزش امروز درباره تایم وردز کلمات زمان هستش. پارت A Time in relation to now زمان مرتبط با الان. Now means at this moment. Now به معنی اکنون یا به معنی حالا. At this moment یعنی در این لحظه. Now means at this moment. Now به معنی در این لحظه هستش. Then means at another moment. In the past or in the future. then به معنی سپس، به معنی زمان دیگر، در زمان آینده یا در زمان گذشته اشاره داره. It is 10 o'clock now. الان ساعت 10. I got up 2 hours ago at 8 o'clock. من 2 ساعت پیش ساعت 8 از خواب بلند شدم. got up در اینجا گذشته فعل get up هستش و اگو یکی از نشانه های زمان گذشته. Next sentence is I'll eat lunch in 2 hours. در اینجا I'll مخفف I will هستش. I'll eat lunch in 2 hours. من 2 ساعت دیگه نهار میخورم. Then it will be 12 o'clock. بعدش ساعت 12 خواهد بود. پس will هم یکی از نشانه های زمان یکی از نشانه های زمان آینده هستش. For 2 years for plus a period of time. For 2 years یعنی به مدت 2 سال. For همیشه با مدت زمان استفاده میشه. A period of time. From 1997 to 1999. از سال 1997 تا سال 1999. From 2017 to 2019. از سال 2017 تا سال 2019. پس from یعنی از. Next sentence is I lived in Brazil for 2 years. من به مدت 2 ساله در برزیل زندگی کردم. I worked in Rio from 1997 to 1999. من از سال 1997 تا سال 1999 در شهر ریو کار کردم. ریو شهر ریو در کشور برزیل. Last year. last یکی از نشانه های زمان گذشته هستش. last year سال گذشته. last week هفته گذشته. last Saturday شنبه گذشته. next یکی از نشانه های زمان آینده. next year سال بعد. next week هفته بعد. next summer تابستان بعد. next sentence is It is July now. الان ماه جولای هستش. Last month it was June. ماه گذشته ماه ژوئن بود. Next month it will be August. ماه بعدی ماه
آگوست خواهد بود. پس now به معنی الان، یکی از نشانه های زمان حال. last به معنی گذشته، نشانه زمان گذشته. و next به معنی بعد، یکی از نشانه های زمان آینده هستش. When we talk about time in general، وقتی ما به صورت کلی درباره زمان صحبت می‌کنیم، we talk about the past, the present and the future. ما صحبت می‌کنیم درباره زمان گذشته، حال و آینده. In the past, people didn't have computers. در گذشته مردم کامپیوتر نداشتند. Next sentences. People may travel to Mars in the future. مردم ممکنه در زمان آینده به مریخ سفر کنند. Next sentences. I'll be with you in a moment. این a moment اشاره داره به in the future، به زمان آینده. من لحظه دیگه با شما خواهم بود. A very short time یعنی زمان خیلی کوتاه. در زمان خیلی کوتاه با شما خواهم بود. Jane is on the phone at the moment. جین الان پشت خط هستش. پس at the moment اشاره داره به زمان now، یعنی الان پشت خطه. پس فرق این a moment و at the moment در این هستش که این a moment اشاره به زمان future، به زمان آینده اشاره داره، ولی at the moment اشاره به زمان حال داره. Next sentences. See you soon. به زودی میبینمت. In a short time. در یک زمان کوتاه. We met recently. ما اخیراً ملاقات کردیم. met گذشته فعل meet هستش. Not long ago. نه خیلی وقت پیش. Part B. Frequency adverbs. قیود تکرار. جایگاه قیود تکرار در جمله کجا هستش؟ بلافاصله بعد از فاعل قرار میگیره و قبل از فعل اصلی. Always به معنی همیشه. Usually معمولاً. Often اغلب. Sometimes گهگاهی. Now and then الان و بعداً. Occasionally گهگاهی. Not often نه اغلب. Hardly ever به معنی به ندرت، تقریباً هیچگاه معنی داره. Rarely به ندرت. Never هیچگاه. به جملات زیر دقت کنید. It always snows in Canada during the winter. همیشه در طول زمستان در کانادا برف میباره. پس جایگاه always که قیود تکرار هستش بلافاصله بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار گرفته. Next sentences. It often rains in Seattle. اغلب در بندر سیاتل باران میبارد. Next sentences. The temperature in London hardly ever gets to 35 centigrade. دما در لندن هیچگاه
به 35 درجه سانتیگراد نمیرسه. hardly ever به معنی almost never، تقریباً هیچ وقت، به ندرت معنی داره. Next sentence is It never snows in Singapore. هیچگاه در سنگاپور برف نمیبارد. Note the use of A in these expressions of frequency. به کاربرد A در این اصطلاحات قیود تکرار دقت کنید. Once به معنی one time a week. Once یعنی یک بار در هفته معنی داره. I go swimming once a week every Saturday. من یک بار در هفته به شنا میرم هر شنبه. پس once a week به معنی یک بار در هفته. Next sentence is twice, two times a day. Twice به معنی دو بار در روز. I brush my teeth twice a day. من دو بار در روز دندانهایم را مسواک می کنم. Next sentence is 3 times a month. 3 بار در ماه. I play soccer 3 or 4 times a month. من 3 یا 4 بار در ماه فوتبال بازی می کنم. Next sentence is 4 times a year. 4 بار در سال. I see my uncle 4 times a year. من 4 بار در سال عمویم را می بینم. امیدوارم از آموزش امروز نهایت استفاده را برده باشین. لطفاً کانال خودتون را سابسکرایب بکنید تا از آموزش‌های بعدی بهره مند باشید.